همه دکترها این نظر رو دارن که هر اتفاقی که الان واسمون رقم میخوره ریشه در کودکی داره. من هم رفتم سرچ کردم، کندوکاو کردم که چرا هم نسلای ما انقدر از شنبه میترسه، استرس شنبه رو همیشه داره، تا اینکه رسیدم به یک سرودی که برای رد سنی کودک و نوجوان در قدیم پخش میشد. با هم دیگه گوش بدید. دیداشی چی آهنگی تو بری به چه سال میخوانی؟ گناه داری، طفل معصومه. اول که اصلا نمیدونم تو دیداشی خواهری اون صدا قشنگ مشخص میکنه، ولی حرکتی که داری میکنی شنبه اگه آب نباته قابلی چی جوری میگی؟ تو مگه یه بدبخت رو آورده بازجویی که یه اعتراف کنه شنبه چه صبح شیرینی چه دیداش؟ گناه همین کارا رو میکنن که نسل ما اینقدر شب ادراری داره. او از سمندون یزی چی کارتان کردیم که